بنده عملها و کسب‌هایی دارد که بر نیکی آن پاداش و مکافات داده می شود و بر بدی آن جزا و مجازات داده می شود و هو واقع بقضاء الله و قدره و این همه با قضا و قدر الله سبحانه و تعالی نیز رخ می دهد. الله می فرماید یوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، امروز هر نفس به آنچه که کسب کرده از پاداش داده می شود و به هیچ کسی هیچ یک ذره ظلم هم کرده نمی شود. پس این آیه کریمه، اگر ما در این آیه کریمه تفکر و تأمل نماییم که انسان بر اساس عمل خود پاداش میگیرد، عمل نیکش پاداش میگیرد. اگر عمل انسان مجبوری می بود پاداش یا که جزا معنی نداشت، همین گونه نیست. پس عملهای انسان با اراده و توان خود او انسان انجام می شود. اگر چند که همه عملهای انسان از روی قضا و قدر رخ بدهد، آنها با اراده و اختیار خود انسان اجرا می شود و انسان برای آن عملهایی که انجام می‌دهد مسئولیت دارد. همان طوری که برای عملهای نیک پاداش میگیرد، اجر میگیرد، برای گناه مجازات داده می شود. پس انا همین قضا و قدر عدالت الله سبحانه و تعالی را خللدار هم نمی کند به هیچ گونه، چون قضا و قدر با عدالت و رحمت الله سبحانه و تعالی موافق است. چون الله سبحانه و تعالی هیچ کس را مجبور به گناه نمی کند و هیچ کس را از اطاعت فرمانبرداری خود منع هم نمی کند. برعکس بر هر نفر توانایی انتخاب بین اطاعت و گناه را داده است. انا همین مسئولیت و توانایی انسان نشان می‌دهد که قضا و قدر هیچگاه دلیلی برای گناه و ترک اطاعت فرمانبرداری الله نیست. نمی‌شود این دلیل شود، بلکه انسان وظیفه دار است که با استفاده از اراده خود راه درست را انتخاب کند، با آن عقل و هوش و درکی که الله برای تو داده است راه درست را انتخاب نمایی. زیرا همه این عمل‌هایی که تو انجام می‌دهی بر اساس آن عقل و هوش و درکی که و اراده‌ای که الله بر تو داده است انجام می‌یابد، گرچند که این در دایره علم و مشیت الله سبحانه و تعالی هم صورت بگیرد. پس بین خلقی عمل‌های بندگان، بین آفرینش عمل‌های بندگان از جانب الله سبحانه و تعالی و کسب کردن آن برای انسان، فهمیدین؟ فرق بین عمل‌های آفرینش عمل‌های بندگان از جانب الله سبحانه و تعالی و کسب کردن آن برای انسان. پس چگونه عمل‌های بنده به الله نسبت داده می شود؟ عمل‌های بنده به الله نسبت داده می شود و برای انسان این کسب کردن آن عمل. پس صفات انسان مخلوق است، صفات‌های انسان مخلوق است. هر صفتی که انسان در خود دارد این آفرینش الله سبحانه و تعالی مخلوق است. عمل‌های انسان، عمل‌هایی که ما هست، این از جمله خود ماست، این صفات‌های ماست و این رو الله چیز برای ما آفریده است. همین گونه نیست؟ بله. و تمام صفات‌های انسان مثل خودش است، مثل خودش مخلوق الله است، آفریده الله سبحانه و تعالی است. پس عمل انسان تنها وقت صورت میگیرد که اختیار، یعنی که خواهش و قدرت قابلیت داشته باشد. عمل انسان هنگام صورت میگیرد که اختیار، یعنی که خواهش خود و قدرت قابلیت توان آن داشته باشد. پس انا همین اختیار و خواهش، همین قابلیت و قدرت هم در اختیار و قدرت الله سبحانه و تعالی است. فهمیدین؟ پس الله انا همین اختیار و انا همین قدرت را آفریده است در تو. پس انسان همان عمل را، همان کار را با اختیار و انتخاب خودش انجام می‌دهد. اگر مثال ها بیاریم، صدها مثال در ذهن ما میاد. هر کاری که تو انجام میدی به اختیار خودت است، مجبور نیستی. اگر یک مثال زنده بیاریم، حاضر در همینجا شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، الله برایش ما جزای خیر بدهد. شما با اختیار خود اینجا آمده، کسی شما رو مجبور نکرده است. همین گونه نیست؟ این راه علم، آموزش علم رو اختیار نموده، این رو کسی رو مجبور نکرد، چون خود توان اختیار داری. باز در بالا گفتیم خواهش داری و قدرت قابلیت آن را داری که اینم از فعل الله سبحانه و تعالی است، بر تو آفریده شدیم و گفتیم که انسان عمل را با اختیار و انتخاب خودش انجام می‌دهد. برای همین عملی که انسان انجام می‌دهد با سوی انسان نسبت داده می‌شود، با سوی انسان، با سوی خود انسان نسبت داده می‌شود. او برای او عمل نیکش که انجام می‌دهد پاداش می‌گیرد، برای عمل بدی که انجام می‌دهد جزا می‌گیرد. پس در اینجا، در این مسئله قضا و قدر، در مسئله قضا و قدر مردمانی هستند که را مخالفت می‌نمایند، کسانی هستند که این قضا و قدر را چیکار می‌نمایند؟
میگویند مخالفتی مینمایند. اولا جبریه میگویند و جبریه آن کسانی هستند که میگویند که بنده مجبور است و اختیار هم ندارد. این گونه مردم طایفه هست، بنده مجبور است و اختیار هم ندارد که الان ما به این جواب گردوندیم، ولی که درش باز میآورد شیخ میفرماید که جواب آنها عمل به انسان نسبت داده شده است. کل نفس بما کسبت رهینه، قول الله سبحانه و تعالی در سوره مدثر. هر انسان گروگان آن چیزی است که انجام داده است. هر نفس، کل نفس، هر انسان بر آن چیزی که کسب کرده است گروگان آن چیز است. پس اگر انسان مجبور می بود نسبت دادن این عمل برای او درست نمیشد. چگونه یک کار را که انسان نکرده است تو برای این کار را نسبت میدهی؟ این از ظلم است. کار را که انسان انجام نداد تو را برای چیز او را برای نسبت میدهی، این از ظلم حساب نمیشد. پس فرق بین عملهای اختیاری و مجبوری در اینجا معلوم است. هر انسان میدوند که فرق بین عملی که اختیاری انجام داده است و عملی که مجبور شده است، مجبور کرده شده است. این یکم بود. جبری ها چی گفتند؟ بنده مجبور است و اختیار ندارد و نمازی که میخواند و گناهی که میکند بر این مجبور است و حتما باید این کار انجام بدهد، مجبور است، ولی که این سخنشون باطل است، اساس ندارد. سپس قدریه میگویند. قدری ها بهش میگه عملهای انسان پورا با اختیار خود اوست و الله در این عمل انسان هیچ دخالت ندارد، هیچ کاری ندارد. برعکس جبری ها گفتند و الله میفرماید که الله خالق کل شیء، الله آفریدگار، آفریننده همه چیز است. پس اعمال ما و شما را در بالا بیان کردیم الله آفریده است. و الله خلقکم و ما تعملون، الله شما را آفرید و آن کسبی که شما، آن عملی که شما انجام میدهید آن را هم الله آفریده است. پس ارادت الله سبحانه و تعالی و اختیار الله سبحانه و تعالی همه جانبه است. هیچ چیز بیرون از ملک او سبحانه و تعالی صورت نمیگیرد. هیچ چیز از ملک او صورت نمیگیرد، از اراده او صورت نمیگیرد، بیرون از ملک و اراده او.